به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند نام، خداوند روزی دهیر هرسان. به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام. صلوات خدای بر وی باد تا به روز جزا پیاپی باد. سلام و درود دوستان، برادران، خاصتا دوستان مبارز و تمام مردم تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان و تمام دوستان و برادران و استادان مهاجر، چه مهاجرت مهنتی باشد، چه مهاجرت دینی باشد، چه اقتصادی و سیاسی باشد. و انشاءالله این چند دقیقه چند لحظه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از طریق این گروه پیام مردم با موضوع وطنداری. دوستان اگر پیگیری کرده باشین، اگر تقریبا 2 هفته پیشتر در موضوع وطنداری، واژه وطن، مقدسات وطن و هر یک هموطن چی وظیفه چی مسئولیت دارد در نزد وطن، چی جایی را چی مقدساتی را وطن گفته می شود صحبت کردیم، گذشتیم. و حالا دوستانی عزیز فقط چند نقطه، چند واقعه های تاریخی که در زمان استقلالیت ما و شما مردم و ملت دولت تاجیکستان شاهد بودیم، شاهد شدیم، آنها را در میزان وطنداری یا در قانون وطنداری میگذاریم که تا چقدر موافقت میکند، تا چقدر در فرهنگ وطنداری یا وطن دوستداری هست. واقعی اولی که بعد از استقلالیت به استقلالیت رسیدن دولت و ملت جمهوری تاجیکستان، این البته شاید که از دینداری مردم تاجیک بود، شاید که برای این شهر از دست رفته، این دو شهر تاریخی فرهنگی از دست رفته دعوای نکنن ملت تاجیک، مردم تاجیک گفته شاید پای این مردم را، پای این ملت را به جنگ شهروندی کشیدن و به همگان، به ما و شما، به همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، هموطنان جمهوری تاجیکستان معلوم است که در این جنگ با تانک و توپ خارجی ها وارد خاک وطن، وارد پایتخت ملت و وطن شدند و خون 100,000 هموطن و هم ملت و دادر و برادر و خواهر را ریختند. و البته این یک خیانت است نسبت وطن، نسبت ملت، از قانون وطنداری و از قانون ملتداری بیرون است. این گفتیم اولین یک نقطه، یک واقعی که در زمان استقلالیت ما و شما مشاهده کردیم و حالا هم شاهدان اصلی این جنگ شهروندی، جنگ برادرکشی، دادرکشی، خواهرکشی و مادرکشی حالا هم زنده هستند. و انشاءالله که در نزدیکترین وقت و در آینده نزدیک این قصه ها و این داستان های زمان جنگ شهروندی، دادرکشی و برادرکشی و مادرکشی و پدرکشی را حتما انشاءالله در تاریخ ثبت خواهند کرد و در تاریخ با اون صلح، با این سازشنامه و با این چیش ثبت است. و دوم کار یا کردار یا واقعهایی که در این زمان استقلالیت ما و شما مشاهده کردیم، مشاهده میکنیم، همچنانی که برادر دوستی مبارز ما الهام جان یعقوب ذکر کردن و اشاره ها کردن و شرح و تفسیر کردن که
این مهاجرت واقعا ضرر مهاجرت با نسل آینده و با نسل حاضر عموما به ملت چقدر ضررها دارد، چقدر روند مهاجرت خودش یک روندی مثلی از ضررهایش از جنگ هم بدتر است، هم به صحتی و سالمی شهروند پدر و مادر و عموما ملت چی ضرر دارد، همه این شرح و تفسیرش دوست و برادر مبارز ما الهام جان یعقوب گذاشتن. حالا گفتنی هستیم که یک کشور آزاد و استقلالی دموکراتی که ما و شما حد میزنیم چی در داخل چی در خارج و چی در سازمان‌های چی در کنفرانس‌های داخلی و خارجی 25% اهالی این کشور اگر بگیریم تاجیکستان مثلا 10 میلیون اهالی داشت، 10 میلیونش 25%ش 2.5 میلیون می شود. اگر رفت تاجیکستان 8 میلیون اهالی داشت، 25%ش 2 میلیون می شود. ببینید حالا دوستان، از این 2.5 میلیون مهاجری که ما داریم رفت و بگیریم تخمین 2 میلیون مهاجر تاجیکی که در شهرهای روسیه و غیر روسیه و عموما دنیا قرار دارند، اگر 2 میلیونش به خاطر کار و بار و فعالیت و مهنت باشد، اگر مطمئن هستیم که این نیم میلیونش، این 500,000ش بیشتر یا کمتر به خاطر دین، به خاطر عقیده، به خاطر دین و وطنشون هجرت کردن از این وطن، از این ملت. و این البته یک خیانت دیگر نسبت وطن، نسبت ملت، نسبت وطن. هر یک وزارت و سفارت، هر یک وزارت شاید 100,000 200,000 یا کمتر یا بیشتر اعضا و جانبدار داشته باشد، ولی متاسفانه ما 2.5 میلیون مهاجر داریم ولی یک وزارت نداریم که این حاجت مهاجرین رو برآورده کند یا در خدمت مهاجران باشد. البته این یک خیانت است نسبت دینداری و ملت‌داری. و دیگر گفتیم دوستان و برادران، وقتی که زن، مادر، دختر وقتی که در شهرهای ترکیه و دبی کار میکنند، این البته یک خیانت است، خیانت نسبت وطنداری و ملت‌داری است. و آنهایی که دعوای وطنداری و دعوای ملت‌داری میکنند باید به خود بیایند، باید فکر کنند که حالا هم دیر نشده است. این زن، مادر یک عضو خاندان است، عضو ملت هست، باید که در وطن، در ملت، در خانه، در مجتمع ما و شما تاجیک و تاجیکستانی باشد که تا فرزندان را، پسران و دختران را تربیت و تعلیم بدهند، نه اینکه در شهرهای روسیه و ترکیه و دبی کار بکوبند یا کار و فعالیت بکوبند، کار و فعالیت کنند، یا که این به اصطلاح حکومتداران و ملت‌داران از آنها دفاع نکنند، کمترین حق و حقوق آنها دارند و از آنها دفاع نکنند. گفتیم خودش ما و شما حکومتداران، ملت‌داران وقتی اجازت دادیم که زن تاجیک، مادر تاجیک، دختر تاجیک، خواهر تاجیک در شهرهای روسیه و در شهرهای ترکیه و در شهرهای دبی وقتی کار میکند یا وقتی میخواهد فعالیت کند، البته این برای خاصتا مردان به ناموس تاجیک یک عیب است، یک شرم است، یک خیانت است، هم در نگاه دین، هم در نگاه وطنداری و ملت‌داری یک خیانت است نسبت وطن و ملت.
و دوستان عزیز، همه ما و شما شاهد بودیم و شاهد هستیم که زید سعیدوف یک حزبی تشکیل دادن، حزبی تاجیکستانی نو، و به همین خاطر گرفتن کردن. و حتی حزب اسلامی که فعال بود در جامعه مردمی بود، در زندگی در جامعه نقش خود را داشت، تاثیر خود را داشت، ولی متاسفانه در این وطن ما و شما، در این ملت ما و شما، حزب داشتن، دین داشتن، عقیده داشتن یک جرم است، یک جنایت به حساب می رود. و این البته یک خیانت دیگر نسبت ملت و نسبت دولت هست. باید هر چیز زودتر اینو پیشگیری کرد و مبارزه کرد ضد این، زیرا که اگر سرقانون جمهوری تاجیکستان را بدایت در همون باب اول، ماده اول اگر بخوانیم، اگر ما و شما راضی شدیم و راضی بودیم که جمهوری تاجیکستان یک دولت صاحب استقلال، آزادی، دموکراسی و دنیوی می باشد، پس این جرم و جنایت خیانتی که کردن و تا حال کرده ایستادن طول این 25 سال، همه این خلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان است، خلاف قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان است، خلاف قانون‌های عمل کننده جامعه بین المللی است. و ما مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم و امیدوار هستیم که مردم تاجیک و ملت تاجیک این چیز درک کردن که برای چی ما و شما مردم ملت تاجیک رو گاهی باسمچی میخوانند و گاهی وهابی میخوانند و گاهی دیگر سلفی میخوانند و گاهی دیگر خائن میخوانند. حالا ما و شما باید هر یک مردم تاجیک، ملت تاجیک درک کرده باشد که برای چی زادگان این مرز و بوم را، این تاجیکان ساکنان این وطن، این ملت را برای چی گاهی باسمچی میخوانند، گاهی وهابی، گاهی شیعه و گاهی خائن. البته این چیز را درک کردن در طول 25 سال حکمرانی به اصطلاح این دموکرات‌ها، البته این چیز درک کردن و انشاءالله ما هر سخنی میگوییم، هر تنقید و ایراد و هر مخالفتی میکنیم با این حکومتداران هست، به این مقامداران هست. البته ما به ملت و وطن احترام گذاشتیم و احترام میگذاریم و همچون گوهرک چشم از این مرز و بوم دفاع میکنیم و یکی از برنامه‌های ما هم خدمت به مردم است، به مردم و ملت تاجیکستان است. ولی متاسفانه گویا رسم شده است و مردم تاجیکستان را از جنگ شهروندی ترسانیدن و اگر از مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و چی سخن کنید، شما گویا که نه حکومتداران را هدف قرار میدید، گویا که ملت را هدف قرار میدهید. البته این اشتباه است، این غلط است. ما گفتیم و میگوییم و به همین فکر هستیم که ما ضد ظلم مبارزه میبریم، ما ضد ناعدالتی مبارزه میبریم، ما ضد دیکتاتوری مبارزه میبریم. ما هیچ وقت با وطن و با ملت کار نداریم و کار نخواهیم داشت و تجربه نشان داد، همه مردم داخلی و خارجی شاهد بودن و شاهد هستند که ما هم جنگ، هم صلح و همه گذشته‌هایی که کردیم به خاطر این وطن، به خاطر این ملت بود و به خاطر باقی ماندن تاجیکستان عزیز در خریطه دنیا بود و به خاطر زیستن هموطن با تمام حقوقش، با تمام آزادی و امنیتش بود. ولیکن بالاخره هر چیزی شد، هر چیزی گذشت و ما هیچ
و روح خسته و دل شکسته نمیشویم و مبارزه را دوام خواهیم داد به خاطر بقا باقی ماندن دولت جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان و به خاطر سربلند شدن مردم شریف تاجیکستان و به خاطر کرامت و عزت را صاحب شدن هر یک هموطن و هم ملت جمهوری تاجیکستان مبارزه کردیم و مبارزه خواهیم کرد. سلامت باشید دوستان عزیز، با دقتتون یک جهان تشکر. بار دیگر معذرت میخواهیم اگر کدام مشکل تکنیکی رو واقع شد. از هر یکی دوستان معذرت میخواهیم. سلامت و زنده باشید، در پناه الله باشید. با امید آزادی هموطنان، با امید آزادی محبوسان سیاسی، با امید برگشتن تمام مهاجران مهنتی، دینی، عقیدوی، همه شما را در پناه الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.